خب سلام، چطوری؟ چه خبر؟ سلامتی؟ خوش اومدی به این ویدیو. آقا من امروز صبح که از فیزیوتراپی اومدم، بعدش دیگه کلا هیچ کاری نکردم. یعنی همینجوری لش کردم، فقط دارم با موبایل بازی میکنم و اینستا رو بالا پایین میکردم، یوتیوب بالا پایین میکردم و این پوستر رو دیدم نوشته هر وقتی که ازم میپرسه خوبی، نمیتونم ریسک کنم بگم نه نیستم، چون حتما میپرسه چرا، من واقعا تعریفی برای حال بدم ندارم. حتی خدا نمیدونم نمیدونم چرا بدم، فقط میدونم خوب نیستم. خب فکر کنم هممون یه دوره اینو تجربه کردیم. نمیدونم چند سالته، ولی من توی سن 18 اینو کاملا تجربه کردم. شاید خیلیاتون الان این حال اینو درک کنین. کامنت ها رو هم خوندم و خیلی ها همینو نوشته بودن. یعنی تو کامنت ها هم پر بود که وای چقدر داری درست میگی، چقدر حرف دل ما رو زدی و اینا. و 2 تا سوال دارم، میخوام در این مورد صحبت کنیم. من 2 تا سوال دارم، جوابشو نظر خودتون تو کامنت بنویسید. 1. دیدن این ویدیوها خوبه یا نه؟ یعنی هر از گاه این ویدیو به پستت میخوره خوبه یا نه؟ 2. اینکه چرا بعضیامون ببین خیلی عاملا هستش که ناراحتت میکنه و نمیدونی چرا. واقعا خیلی هستش و نمیدونی، اصلا متوجه این نیستی که ناراحتت میکنه. حالا میتونه نرسیدن به هدفت باشه، میتونه انجام ندادن یک کاری باشه یا چی. من تایم زمستون پارسال باعث شد که موضوع کانالم بیارم سمت این حوزه. کلا بیایم در این مورد صحبت کنیم که حالمون خوب باشه، سعی کنیم حالمون رو خوب کنیم. نمیخوام از این معلمای توسعه فردی باشم یا من اینایی که الکی تراپیست رو در میارن باشم. فقط دوست دارم یه چیزایی که خودم فهمیدم و بهتون بگم. ببین اینتروش هم زیاد شد ویدیو. اینکه حالمون بده، حالم بده، نمیدونم چرا حالم بده، دلیل خوبیه واسه جا زدن، دلیل خوبیه واسه از بین رفتن انگیزه، دلیل خوبیه برای هیچ کاری نکردن. یه پوز دیگه هم اتفاقا دیدم، گفت به اینم بگم. نوشته که آلبر کامو گفته بود افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد. خیلی تاثیرگذار. واقعا هم همینه. ببین وقتی این دپرشن رو داری، ناراحتی رو داری تو دل خودت، حوصله فکر کردن به هیچ چیز قشنگی رو نداری، حوصله جلو رفتن رو نداری. توی اون تایم من دانشگاه میرفتم، شاید بعضی وقتا حتی با دوستانم بیرون میرفتم، میومدم خونه، کارم هم داشتم، کارم هم انجام میدادم، ولی اصلا هیچ چیزی بهم حال نمیداد. هیچ چیزی واسم لذت بخش نبود. لذت زندگیم کاملا از بین رفته بود. ولی از یه جایی به بعد اومدم گفتم که ایلیا چرا؟ واقعا مهم نیست چرا. خب یه زمان هستش تو میدونی برای چی ناراحتی. وقتی نمیدونی برای چی ناراحتی، یعنی دلیل اونقدری بزرگ نیست که تو چشت نیست دیگه. یکی هست مثلا از یه رابطه کات کرده، خب اون میدونه برای چی ناراحته دیگه، انقدر بزرگ بوده مسئله که بدونه برای چی ناراحته دیگه. حالا یه هفته‌ای رابطه و حالا بکن. یا یکی هست از دست داده، خب میدونه برای چی ناراحته. یکی از این موقعیتی از دست داده، میدونه برای چی ناراحته. ولی وقتی یکی نمیدونه برای چی ناراحته، نمیدونه چرا، یه دلیل داره، یا هدف نداره، یا اصلا به فکر آیندهش نیست، سردرگمه، یا اینکه خودش دلش نمیخواد حالش خوب باشه اون لحظه. این افسردگیه یه حس لذتی هم به آدم میده. نمیدونم درک میکنی حرفی که میزنم یا نه، ولی خیلی از اونایی که ناراحتن، خیلی از اونایی که عموما ظاهر افسردگی دارن، مسئله اصلی اینه که خودش دلش میخواد افسرده باشه یارو. من اون موقع هم اینو داشتم، این چیزه که خب ناراحتی من باعث شده من از خیلی چیزا اصلا نیاز نباشه به خیلی چیزا فکر کنم، نیاز نباشه مثلا دغدغه کار کردن داشته باشم، دغدغه فلان داشته باشم مثلا. حالا برای مثال اینا، خب بعد این از یه طرف خب تو رو یکم راحت تر میکنه، میگی خب حال ندارم الان به این برسم، حال ندارم به اون برسم، حوصله‌شو ندارم، پس هیچی، نمی جنگی واسه هیچی، همون به قولی فرصت فکر کردن بهت نمیده. و بعدش هم که دیگه هیچی دیگه، همینجوری میره جلو، انقدر میره جلو تا جایی که به خودت میای، بعد یهو میبینی شاید دیر شده باشه، شاید دیگه نتونی حالتو برگردونی، شاید دیگه سنی نباشه که بتونی خوش بگذرونی. نه که بگم تو هیچ سنی نمیشه خوش گذروند. مثلا من الان میگم خب 18 سالگیم تموم شد، هیچ تفریحی مثلا اونقدی که از 18 سالگی حرف می‌زدن وای 18 سالت بشه این کارو می‌کنی، این کارو، به خدا هیچ کاری نکردم.
18 سالگیم همینجوری رفت. امروز چندمه؟ امروز 6 شهریوره. از اول تابستون تا الان ما یه دونه 4 تیر با رفیقامون رفتیم بیرون، هم امتحان داشتیم، امتحانمون تمام شد رفتیم بیرون. یعنی بعد از اون من دوستامو ندیدم حتی، چه برسه به این که چیز. فقط سرم توی این کامپیوتره بوده، توی این مانیتوره بوده، یا داشتم کار میکردم یا داشتم یه کار، بالاخره یه کار مربوط به این میکردم، حتی فیلم میدیدم، ولی هیچ کاری نبود، هیچ فعالیت خارج از این محدوده نبوده واسه من. خوب نیست این، ولی حالم بد نیست. چرا؟ چون اون موقعی که حالم بد بود، اون موقعی که فهمیدم که آقا بالاخره باید یه جا درستش کنم اینو دیگه، اون موقعی یکم بیدار شدم. نمیدونم گفتم اینو که هیچ پرش فکری خیلی لامصب زیاده. تلفن زنگ میزنم، منم جواب بدم بیام بعدا با هم صحبت. قربونت، سلامت باشی، خداحافظ. ببین بحث عوض کنیم مثلا. آقا توی این تایم حال بدیت، برای من که خودم اینجوری بود که واقعا هیچ چیزی دیگه واسم لذت بخش نبود. بابام میگفت بابا لعنتی تو چرا انقدر سفتی؟ فقط میبینه که یه پسر بیحال بیذوق، کسی که مثلا همیشه همه رو میخندون، همیشه یه چیزی میگفت که بقیه بخند، همیشه سعی داشت توجه رو به خودش جلب کنه، دیگه الان حوصله جمع خانوادگی رو نداره. بعد بهم گفت چرا؟ من گفتم نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا. سفر میرفتیم، تو سفر مثلا باید همه قاعدتا خوشحال باشن، من حوصله نداشتم بیام بیرون، دوست داشتم تو خونه بمونم. بلبل جانم اون موقع اوکی بود، مثلا فیلتر نبود، راحت هر چی دوست داشتی میشستی میدید. خب در کل این حال بدیه خیلی ادامه دار میتونه باشه، ولی از یه جایی به بعد باید بگی که خب چرا؟ یه چرا مهم از خودت بپرسیم، این چرا، و این چرا رو باید بگردی پیدا کنی. گفتم اگه نمیدونی یعنی مسئله اونقدر بزرگ نیست. شاید تو گم کردی خودتو، شاید تو مسیرتو گم کردی، راهتو گم کردی، که این خیلی امکانش بیشتره که آقا مثلا من راهمو گم کردم، من نمیدونم دارم چی کار میکنم، بخاطر همین حالم بده. چون دقت کردی اون کسی که انگیزه داره، اون کسی که یه دفعه میفته دنبال یه چیزی، یه قلابیش به یه جا گیر میکنه، میگیره اونو میره قشنگ. یعنی مثلا یارو میفته میخواد یه بیزنسی رو شروع کنه، میفته کندو کاو میکنه، میخواد یه مهارتی یاد بگیره، میفته کندو کاو میکنه، همه چیو میره جلو. خب و اون موقع انگیزه داری دیگه. وقتی هدف نداشته باشی، وقتی که حوصله هیچ کاری نداشته باشی، خب معلومه افسرده میشی. با دوستات هم هیچ تعاملی نداری، با هیچ کس تعامل نداری، اصلا کلا هیچ چیزی دیگه بگم میاد قشنگ. من واقعا همینجوری بودم. یعنی با اینکه اون موقع یه شغل کوچیکی داشتم کارم انجام میدادم، بعد همیشه از دانشگاهم بدو میومدم خونه که مثلا به اون کاره برسم، ولی اون کارم اگه جایی به بعد خسته کننده شده بود دیگه. حالا اوکی اینکام داشت ولی خیلی اذیت میکرد آدم و خیلی زندگی یک نواخت بود دیگه. فرض کن دائم باید میشستی جلو لپتاپ، هی بالا پایین، اینو درگ کن اونور، اونو درگ کن اینور، بالاخره یه جایی بعد حوصله‌ات سر میره. بعد هی به کمبودات فکر میکنی، هی به اون چیزایی که نداری فکر میکنی، یه مسئله پیش میاد که تو میگی این دوباره فلان، هی فوش سر هم، ناراحتی. ببین همه اینا اوکیه، خب یعنی هممون همینا رو داریم، چیزی نیستش که بگه پولدارش هم بالاخره یه مسئله‌ای داره. ولی حالا در کل وقتی که این ناراحتیاتو ناموسن خب خاموش شد. خیلی بده خونه تنهایی مثلا میشینی ویدیو بگیریم، دم به دقیقه زنگ میزنه. بذارم کی بود حالا. It was at this moment he knew. He fucked up. آقا ببین تو این حال بدیه، خب این حالت که بد میشه، به نظرم بهترین چیز اینی که بیای بگی که همون موقعی که حالت بده، همون موقعی که داری اینستا رو بالا پایین میکنی، همون موقعی که داری یوتیوب بالا پایین میکنی، یه لحظه به خودت بگی چرا خودت از خودت نترس که بقیه از خودت از خودت بپرس چرا بعد دنبال جواب بگرد. من این کاری کردم، جواب داد بهم. من جوابی که گرفتم این بود: تو دنبال هدفت نیستی، از مسیرت خارج شدی.
تو عاشق یوتیوب بودی، تو تایمی که کنکور قرار بود بدی هر هفته یه ویدیو آپلود میکردی، بعد الان کنکور رو دادی سرت خلوت شده 9 ماه هیچ خبری ازت تو یوتیوب نیست، یا مثلا چیزای دیگه که خب دوستشون داشتم میبینم کامل این از مسیرم خارج شده. اومدم رو مسیر، خب وقتی اومدم رو مسیر درآمدم کم شد. این درآمدم خوب بود، درآمدم اوکی بود چون دائم تمام وقتم گذاشته بودم واسه اون کاره، ولی وقتی که اومدم به خودم بیام، اومدم دنبال خودم، اومدم گفتم خب نه، اون چیزی که دوست داری هم باید تو اولویتت قرار بگیری. درآمدم اومد پایین ولی عوضش حالم بهتر شد. تو بعد اون موقع بپرسی چرا؟ من از صبح تا حالا حوصله کار کردن نداشتم، حوصله این که بیام سر سیستم بشینم نداشتم واقعا. تو اینستا داشتم بالا پایین میکردم، به خودم گفتم چرا؟ بعدش تازه فهمیدم که نه، من مثلا 3 ساعت پیش اومدم تو اینستا برای اینکه یه ایده پیدا کنم برای ویدیو، بعد تازه یادم اومد اوف 3 ساعت الکی داری میچرخی. خب این درست نیست، این خوب نیست، ولی بالاخره همون لحظه میذاری کنار، میای شروع میکنیم که میگه اوکی ستاپ بچینم، یه ساعتی هستم لامپام رو اونور ستاپ میکنم، بعدش بشینم ضبط کنم. یه موضوع دیگه این که وقتی جواب میدی به این چراه، خیلی چیزا واسه روشن میشه، خیلی باگا اصلا رفت میشه خودشون. میای میگی که خب من مگه نمیخواستم ویدیو ضبط کنم، من خودم میگم من نمیخواستی ویدیو ضبط کنی، خب باش برو ضبط کن. حالا اومدم چیدم اینا رو اوکی کردیم اینا، پس دنبالش باش. یعنی اگه واقعا اینجوری حال بده رو داری، احساس میکنی حالت بده، عیبی نداره، واقعا عیبی نداره. هممون زندگیمون پر از فراز و نشیبه، مخصوصا بچه‌هایی که تو سن نوجوانی خودشون هستن. ما هم یه سال از نوجوانیمون در اومدیم، ولی در کل اینا رو خودم چون میدونید کشیدم، خودم درک کردم اینا رو، دوست دارم که به شما هم بگم که شما هم مشکل‌ها رو نداشته باشید. یه چیزی دیگه ای هم این که برو دنبال وقتی، مخصوصا وقتی تو این حالتی هستی و نمیدونی چی کار کنی و تا حالا کاری هم نکردی، خب اوکی اصلا مشکل نداره، برو دنبال یه مهارتی چیزی، به خدا معجزه میکنه. خیلی زیاد حرف زدم، امیدوارم حوصله‌ات سر نرفته باشه. سعی میکنم یکم تو ادیتا جذابش کنم ویدیو رو، ولی در کل که حالا تو سعی کن حال خودتو خوب کنی، چون هیچ کسی قرار نیست بیاد حالت رو خوب کنه. موفق باشی. فعلا.